کنار هم هستیم. صحبت امروز من درباره ترس. میخوام این سال نو با کلمه ترس شروع کنیم، ولی ترسی که از خداونده و ترسی که درش امید هست. همتون خوب میدونید و خوبم یادتونه که زمانی که عیسی مسیح متولد شد 3 حادثه ترس اتفاق افتاد. یکی زمانی که مریم بود و یکی یوسف و دیگری شبانان. بذارید از امثال سلیمان یه آیه بخونم بعد بریم دنباله صحبت. امثال سلیمان باب 1 آیه 7. ترس خداوند سرآغاز دانش است، اما حکمت و ادب را جاهلان خوار می‌شمارند. این اونیست که خداوند میگه و همونطور که گفتم در 3 مورد ترس میخوام یه کوچولو صحبت کنم و بعدش هم آماده میشیم برای امثال باب 1 7. تو این آیه‌ای که خوندم ترس خداوند سرآغاز دانش است، اما حکمت و ادب را جاهلان خوار می‌شمارند. اینجا هم 3 نکته هست که یه توضیح کوچولو میدم. ترس خداوند آغاز حکمته. ترس خداوند تعلیم حکمته. ترس خداوند فروتنی است و سرانجام ترس خداوند مقدمه است برای جلال نام خداوند. حالا ببینیم سر اون 3 مثالی که در زمان تولد عیسی مسیح اتفاق افتاد. همه تونم میدونید و یادتونم هست. بخوایم بپرسم ازتون؟ نه. ترس مریم از عدم توانایی بود. ترس یوسف از عدم پذیرش بود و ترس شبانان از اتفاق عجیبی که افتاد. یعنی در واقع میشه بگی غافلگیر شدن. زمانی که خدا میخواست بزرگترین هدیه خودشو به جهان بده، یعنی تولد عیسی مسیح، با ترس شروع شد. اولین ترس همونطور که اشاره کردم ترس از مریم شروع شد. در مریم شروع شد اولین ترس. دختری پاک و مطیع، مریم دختری پاک و مطیع و باکره بود، ولی همراه با ترس از عدم توانایی روبرو شدن با یک حقیقت. چون یه زن باکره دیگه، کامل ترین کلمش همونه، یهو بهش بگن که آقا تو حامله ای، خب میترسه بنده خدا. یعنی اون ترس یه ترس عجیبی بود براش، ولی این ترس تبدیل شد به یک محبت، تبدیل شد به یک حکمت خدا که بی‌نهایت بود درش. و همون زمان بود که فرشته اومد و به او گفت که مادر پسر خداوند خواهی شد. و بازم مریم با خودش گفت چگونه ممکنه؟ اما من باکره هستم. اما خداوند بهش اطمینان میده، بهش میگه که نترس مریم، زیرا من با تو ام. خب خیلی جالبه دیگه. یعنی از این حمایت از این بیشتر یه خانم باکره که ناگهانی باردار بشه، آبستن بشه، فردا شکم میاد بالا، جلو همه دیده میشه، ولی خدا بهش میگه که نترس، من با تو ام، کارت نباشه.
دومین ترس زمانی اتفاق افتاد که یوسف این موضوع رو شنید. یوسف هم مرد درستکاری بود، مرد امیلی بود، آدم سرشناسی بود تو منطقهش، تو کوچهشون، تو همون خیابون زندگی میکرد، همه میشناختنش، دوستش داشتن، آدم امیلی بود. ولی اونم ترسید وقتی این موضوع رو شنید. Ja, det för larven så det ska snart bli släckt på lampan. Katastroferat inte vad skulle. ببخشید. دومین ترس با یوسف شروع شد. یوسف مردی همونطور که تعریف کردم درستکار، امین، ولی وقتی فهمید که مریم یعنی نامزدش، نه همسرش، نامزدش باردار شده، اونم ترسید بنده خدا. واقعا جای ترس داره برای مردم اون موقع. الان شاید برای خیلی هنوز این موضوع سنگین باشه. ترسید از اینکه بعد مردم دیگه نگاش نکنن، نپذیرنش، میگن بابا بیخیال، اینم مثل بقیه. آره و بله. و اون یه نامی هم که بین مردم داشت از بین بره. اما خداوند شب در خواب اومد باش صحبت کرد، گفت یوسف نگران نباش، من با تو هستم، نترس، من با تو هستم، نترس، من با تو هستم. دلش آرام گرفت و خوابید. سومین ترس زمانی بود که شبانان مثل همیشه بیرون بودن، دنبال چراندن برهاشون بودن. به ناگهان میگه که صدای فرشته ها آمد که فرزندی متولد خواهد شد. اینا هم جا خوردن، اینا هم ترسیدن، ولی بلافاصله ندا پشتش اومد که نه، نترسید، نترسید. این سه ترس رو به طور خلاصه که در اون زمان، یعنی در اون مقطع خیلی حساس دنیا اتفاق افتاد، به عنوان یک اشاره گفتم براتون که بیایم یه نتیجه بگیریم. امسال سال نو، سال جدید رو بدون ترس زندگی روحانیمون و زندگی خانوادگیمون رو شروع کنیم. در واقع این سه ترس به ما یاد میده که در مسیر الهی، در کارهای زندگی، همیشه برای شروع هر کاری ممکنه یه ترسی وجود داشته باشه. خیلی طبیعیه. هر کاری، حتی فکر کن میخوایم بریم یه چیز عادی هم بخریم، یه مقداری آدم میترسه، مشکوک میشه در واقع. ولی خدا میگه نترس، من با تو هستم. به خصوص برای ما، من و شما، چون ما هر کاری رو به اسم خدا شروع میکنیم. خدایا اگر اراده آسمانی تو باشه، من میخوام برم الان اینو بخرم، من میخوام این کار رو انجام بدم. اما اگر به زندگی مریم و یوسف و اون شبانان نگاه کنیم، ما این موضوع رو به یادمون میاریم. اینو به این شکل گفتم به خاطر که به یاد بیاریم. درست مثل حرکتی که ما برای شام خداوند انجام میدیم، به یاد بیاریم. متوجه میشیم که چطور خدا با اونها بود و چگونه خدا به اونها به هر سه نفرشون در هر سه مرحله بهشون گفت نترس، من با تو هستم، نترس. امروز هم ما نمیترسیم چون میدونیم خدا با ماست. پس وقتی با ترس مواجه میشیم، میخوام
که به یاد بیارم یا به یاد بیاریم که خدا با ماست و مسیر رو برای ما روشن میکنه، جای نگرانی نیست. همونطور که تولد مسیح باعث آشکاری نور، حقیقت و محبت شد، حضور خدا مطمئناً در زندگی ما همیشه موجب هدایت و راهنمایی ما خواهد بود. بیاید به داستان تولد عیسی مسیح که همراه با 3 ترس در 3 شخص در 3 زمان اتفاق افتاد، اینو مرتب به یاد خودمون بیاریم. از پاکی مریم، پاک بود دیگه، و از درستکاری یا رستگاری یوسف و حیرت زدگی شبانا. این 3 تا رو یادمون باشه، سرمشق می‌گیریم و در شروع سال از تجربه های اونها استفاده کنیم و اونو در زندگی روحانیمون به کار ببریم. درست همونطور که توضیح دادم، مانند شام خداوند که ما هر وقت چند وقت یک بار شام خداوند رو اجرا میکنیم، شام خداوند رو ترتیب میدیم، به خاطر اینه که این کاری رو که خداوند عیسی مسیح در اون زمان برای حفاظت فرزنداش، برای حفاظت مردمش و خروجشون از مصر انجام داد، ما این کار رو به عنوان تشکر همه وقته یا هر ماه یک بار ما اینو انجام میدیم. من صحبت کلامیم اینجا پایان میرسه. با هم یه سرود میشنویم اگه سیستم کار میکنه الان یا باید